سلام، امیدوارم که حالتان خوب باشد. در پرزنتیشن امروز قرار است که در مورد سیستم اکسپرس انتری صحبت کنیم. سیستم اکسپرس انتری سیستمی هستش که اداره مهاجرت کانادا ازش استفاده میکنه برای انتخاب کردن افراد ماهر مهارت‌های خاصی دارن و میخواین برای همیشه مهاجرت کنن به کانادا ازش استفاده میکنن. که داخل از این سیستم سه دانه برنامه هستش که قرار است این پرزنتیشن با جزئیات در مورد این سه دانه برنامه صحبت کنیم و یکی سیستم چقدر کار میکنن و یکی اگر شما شاملش یکی از این برنامه میشین و علاقه‌مند هستین چه کاری باید انجام بدین. سیستم اکسپرس انتری، لطفا توجه داشته باشین که تمام اطلاعاتی که در این پرزنتیشن در مورد صحبت میکنم فقط برای اطلاعات شما هستش و به هیچ گونه مشاوره حقوقی حساب نمیشن و در قسمت هر موضوعی که صحبت میکنم من لینکش براتون ماندم که میتونید برید اطلاعات دقیق تر پیدا کنید و اینکه تمام برنامه ها و قوانین و شرایط مهاجرتی همیشه در حال تغییر هستش و این پرزنتیشن اطلاعاتی که ارائه میشه با توجه در جنوری 19 2026 هستش. قبل از اینکه در مورد سیستم اکسپرس انتری صحبت کنم، بعضی از مفاهیم در مهاجرت هستش که برای همه برنامه‌های مهاجرتی تقریبا شامل میشن، بستگی داره که زیر کدام برنامه شما اقدام میکنید. بنابراین قبل از اینکه در مورد سیستم گپ بزنم این مفاهیم امرایتان شریک میسازم. Canadian Language Benchmark یا معیار زبان کانادایی استانداردی هستش که اداره مهاجرت کانادا ازش استفاده میکنه تا معلوم کنه که سطح زبان شما در انگلیسی و فرانسوی در چه لولی هستش. هرچی CLB شما بالاتر باشه خب نشان میده که زبان شما قوی تر هستش و هر برنامه اقتصادی مهاجرتی CLB لول خودش دارن، یعنی هر برنامه مهاجرتی CLB خاص خودش داره. برای مثال برای کسایی که امتحان جنرال آیلتس انجام بدن، اگر برای برنامه مثلا استانی اپلای میکنن و برنامه استانی ازشان میخواین که CLB 4 داشته باشن، بنابراین اینا باید در امتحان جنرال آیلتسشان باید در ریدینگ 3.5 بگیرن، در رایتینگ 4، لیسنینگ 4.5 و اسپیکینگ 4 که جمع همه از اینا مساوی با CLB 4 هستش. و برای کسایی که زبان فرانسوی صحبت میکنن میتونن امتحان TEF و TCF کانادا رو بگیرن که با توجه به هر CLB لولی شماره خاص خودش داره که زمانی که شما امتحان زبان میدین تا 2 سال میتونید از اون مدرک استفاده کنید و اگر بیشتر از 2 سال شود یا که شما اپلیکیشن برای پیار اپلای کردین و از زمانی که شما امتحان زبانتون برداشتین تا زمانی که اپلیکیشن پیارتون سابمیت کردین و در پروسه هستش، سعی کنید که این 2 سال اکسپایر نشن. اگر نزدیک بود که اکسپایر شود دوباره امتحان بدین و امتحان زبان جدیدتون باز روان کنید برای اداره مهاجرت کانادا یا ویزا آفیس، بستگی داره که اپلیکیشن شما در کدام مرحله هستش. stands for training, education, experience and responsibilities که بهش تیر کاتگوری میگیم که شامل آموزش، تحصیلات، تجربه کاری و مسئولیت هستش که داخل کانادا همه شغل‌ها شامل 6 تا کاتگوری شده، تیر کاتگوریز با توجه در تحصیلات و ترینینگی که فرد نیاز داره که بتونه کار رو انجام بده. قبلا بهش میگفتن که skill levels 0 A B C D که اخیراً تغییر کردن و بهش میگن تیر کاتگوریز که جدولی که میبینید براتون مثال زده که در هر تیر کاتگوری چه نوع شغلایی زیرش میافتن. برای مثال تیر کاتگوری 0 شغلایی هستش که در بخشای منیجمنت هستش، در بخشای مدیریت. تیر کاتگوری 1 شغلایی هستش که معمولا فرد باید مدرک دانشگاهی داشته باشن.
توی کاتگوری 2 شغلی هستش که معمولا فرد باید یک دوره را گذرانده باشن و داخل از او همون ترینینگ داشته باشن و بتونن کار انجام بدن و اما رقم پایین میرن. برای توی کاتگوری 5 شغلایی هستش که فرد میتونه بیسیکلی در سر کار یاد بگیره و نیاز در مهارت یا ترینینگ خاصی ندارن. و National Occupational Classification یا همون ناک کد ریفر میکنه به طبقه بندی ملی مشاغل کانادا که برای عزیم همه شغلات داخل کانادا ناک خاص خودش داره که با توجه در تیر کاتگوری که زیرش میافتن هستش که داخل از این ناکد تعیین میکنه که چه نوع کاری هستش، چه نوع وظایف اصلی فرد باید داشته باشه و چه نوع مهارتی و تحصیلاتی داشته باشه. و برنامه‌های مهاجرتی کانادا، برنامه اقتصادی از ناکد استفاده میکنن که ببینن آیا افراد الیجیبل هستن یا نه. از ناکد و تیر کاتگوری بودیم. بعضی از برنامه‌ها ناکدهای خاصی را فقط قبول میکنن. این جدولیم که براتون مادم بعضی از مثال‌ها هستش، مثلا کسایی که سیویل انجینیر هستن تیر کاتگوریشون 1 هستش و ناکدشان 21300 و همین رقم همه شغلا. و برای از این و این لینکی که در بالا ماندم شما میتونید برید و شغلتان بزنید. در این تیم میتونید انتخاب کنید که ناکد 2021 انتخاب کنید که ناکدها هر چند سال یک بار تغییر پیدا میکنن با توجه به شغلای جدیدی که وارد مارکت میشن. و همچنین وقتی که شغلت انتخاب کردی حتما سعی کنید که شما دیسکریپشن ملاقات میکنید، یعنی کارهایی هستش که شما در کارتان انجام میدید. در قسمت تایتل کاریتان سعی کنید در اینجی بعضی از مثالهایی هستش که کسایی که زیر از این ناکد میافتن ممکنه تایتل های مختلف را استفاده کنند. و پایینش در قسمت مین دیوتی صحبت کرده وظایف اصلی و فرد که شما باید این کارا رو در کارتان انجام بدین که بتونید از این ناکد استفاده کنید. و یک اداره مهاجرت کانادا فقط در تایتل کاری شما سعی نمیکنه. ممکنه تایتل کاری شما اصلا کاملا چیز مختلفی باشه، اما وقتی وظایفتان رو سعی میکنن مثلا زیر از این ناکد میافتن. بنابراین اداره مهاجرت کانادا با توجه به مسئولیت از شما ناکد و تیر کاتگوری شما رو انتخاب میکنه که زیر همون ناکد باید همون مین دیوتیز شما انجام داده باشین و employment requirements باید ملاقات داشته باشین که بتونید از او استفاده کنید. بنابراین این لینک خیلی مهمی هستش، حتما ازش استفاده کنید. و اینکه در قسمت settlement funds یا proof of funds یا اثبات تمکن مالی برای سکونت در کانادا که این settlement fund نشان بده که شما پول کافی دارین که بتونید خودتون و فامیلتون حمایت کنید که از این میتونید استفاده کنید برای کرایه خانه، برای غذا، ترانسپورتیشن و مخارج زندگیتان که هر برنامه مهاجرتی settlement فاندش فرق میکنه و بعضی از برنامه‌ها ممکنه نیازی نداشته باشن. جدولی که شما میبینید مال سیستم اکسپرت انتری هستش. کسایی که اقدام میکنن با توجه در اعضای فامیلشان با توجه در تعداد اعضای فامیلشان باید اون مقدار هزینه رو داشته باشن در کانادایی که این مبلغام همیشه در حال تغییر هستش و شما زمانی که برای هر نوع برنامه که اقدام میکنید باید ببینید در اون زمان چه مقدار هزینه لازم هستش. و در قسمت Educational Credential Assessment یا اما ارزیابی مدارک تحصیلی شما باید نشان بدین که البته با توجه در نوع برنامه که شما اقدام میکنید که تحصیلات شما واجد شرایط هستش و اینکه مساوی تحصیلات کانادایی هستش که این ECA ریپورت هم باید حتما طریق یکی از این Designated Organizations که لیستش اینجا هست انجام بشه. برای کسایی که architects یا family physicians یا pharmacists هستن برای اونا باید حتما از اما designated professional body ECA براشون انجام بدن. اما برای بقیه میتونن از یکی از این ارگانیزیشن ها استفاده کنن که من خودم شخصا ویسا یا World Education Services
پیشنهاد میکنم که برای ازی هر ارگانیزیشنی که شما انتخاب کنید باید ازشون درخواست کنید که از دانشگاهی که شما درس خواندید اونا مدارک تحصیلتون روان میکنن برای از این ارگانیزیشن ها و اینا ارزیابی رو انجام میدن و بعد از اون برای شما یک ریپورتی روان میکنن که شماره خاص خودش دارن که در اون نشان میده که آیا مدرک تحصیلی شما مثلا 4 سالی که خواندی مساوی 4 سال کانادا هستش یا نه. و از زمانی که ریپورت صادر میشه تا 5 سال میتونید ازش استفاده کنین و وقتی هم برای برنامه‌های بیشتر اقتصادی باید ECA تون برای Immigration Purposes صادر شده باشه. در قسمت اعضای خانواده شما وقتی که برای اقامت دائم اپلای میکنید میتونه اعضای فامیلتون شامل کنید که اعضای فامیلتون کانادا شامل همسرتان میشه یا کاملا پارتنرتان یا فرزندان وابسته‌تان، فرزندانی که زیر سن 22 سال باشن و مجرد زمانی که شما اپلیکیشن پیارتان رو سابمیت میکنید، یا ای که فرزندان وابسته همسرتان باشه یا کاملا پارتنرتان، یا ای که فرزندان وابسته‌تان باشن. اعضای فامیلی که شما نمیتونید همراه خودتان بیارید یعنی اضافه کنید در اپلیکیشنتان پدر مادرتان هستش، پدر کلان، مادر کلان، برادر، خواهر، ماما، کاکا، خواهرزاده، برادرزاده و بقیه اقوام هستش که اینا جزء فامیل از شما حساب نمیشن. در آینده اگه خواست نشان اسپانسر کنید خب باید ببینید که چه برنامه‌ای در اون زمان باز هستش و آیا شما شرطش دارین یا نه. اگر همسرتان و فرزندانتان همراه شما در یک زمان وارد کانادا نشدن ممکنه که در آینده بتونید چون از زیر برنامه فامیلی کلاس اسپانسر کنید. لیبر مارکت ایمپکت اسسمنت یا همون LMIA مدرکی هستش که کارفرماها داخل کانادا قبل از اینکه کسی رو بخواین از بیرون از کانادا هایر کنن به عنوان کارگر باید بگیرن چیرم که بیسیکلی برای از باید نشان بدن که نتانستن از داخل کانادا یک فردی که اقامت دائم داره سیتیزن دارن پیدا کنن و برای ادامه بزنسشان و مجبور هستن برای ادامه کارشان از بیرون از کانادا نفر هایر کنن که خودش پروسه خاص خودش داره. لینک شده اینجا ماندو میتونید برین و با دقت جزئیاتش بخونید که چه رقمی هستش. اگر امپلویر بتونه LMIA بگیره خب معمولا میدن برای فردی که هایرش میکنن و اونا برای اجازه کار بسته اپلای میکنن. بعضی از کارام هست که با توجه در کشوری که فرد ازش اپلای میکنه یا مهارتایی که دارن ممکنه نیازی در LMIA نباشه و همچنین زیر هر برنامه که فرد اپلای میکنه باید حتما قابل پذیرش باشه یعنی ادمیسیبل باشن. این زمانی که بیسیکلی خیلی خلاصه بخوایم براتون بگم فرد حضورش داخل کانادا هیچ ضرری و خطری برای کانادا و افرادش نداشته باشند. فرد برای ETA یا برای ویزا اقدام میکنن آفیسر میبینن که آیا نفر ورودش برای کانادا اوکی هست یا نه. سعی میکنن که آیا سابقه جنایی دارن، آیا نگرانی های امنیتی وجود داره اگه فرد وارد کانادا بشن یا از لحاظ پزشکی. بعضی افراد که اگر inadmissible باشن یعنی غیر قابل پذیرش داخل کانادا باشن ممکن است که بتونن برای TRP یا Temporary Resident Permit اپلای کنن که او هم اپلای کردنش قبولش 100% نیست و باید توجیه کنن که برای چی باید به این وارد کانادا شن و به چه دلیلی. لیست کارهایی هستش، لیست دلایلی هستش که فرد ممکنه اجازه ورود داخل کانادا رو نداشته باشن که بیسیکلی اگر نفر عضو گروه های خطرناک بودن، کارهای خطرناک انجام دادن و یا ای که مثلا در حال مستی رانندگی میکردن یا از لحاظ پزشکی ممکنه کانادایی ها و افراد شاید در خطر بیاندازن یا به خاطر از لحاظ مالی توان مالی ندارن و یا که اطلاعات نادرست اپلیکیشنشان وارد کردن که لیست کاملش در وبسایتی که ماندو میتونید برین و ببینید. حالی رسیدیم به سیستم اکسپرس انتری که من لینک شده اینجا ماندو. اگر در این وبسایت برین تمام جزئیات سیستم اکسپرس انتری برایتان هستش که میتونید بخونید.
که بیسیکلی اکسپرس انتری یک آنلاین سیستم هستش که اداره مهاجرت کننده استفاده میکنه برای مدیریت اپلیکیشن های مهاجرتی برای کسایی که اسکیل ورکر هستن، کسایی که مهارت خاصی دارن، مهارت خوبی دارن و میخوان از او تجربه کارشون استفاده کنن و برای همیشه به کانادا مهاجرت کنن که زیر از این سیستم 3 دانه برنامه مدیریت میشه. برنامه Canadian Experience Class برای یا CEC برنامه هستش برای کسایی که تجربه کاری کانادا در 3 سال گذشته دارن. برنامه فدرال اسکیل ورکر پروگرام برای کارگرای ماهر هستش که تجربه کاری بیرون از کانادا یا داخل کانادا دارن که باز در مورد جزئیاتش گپ میزنیم. فدرال اسکیل تریدز پروگرام برای کارگران ماهر هستش که در شغل‌های فنی حرفی تجربه کاری دارن حداقل 2 سال از 5 سال گذشته. یک اوورویو خیلی سریع در مورد سیستم اکسپرس انتی که چرا کار میکنن. So basically اگر شما واجد یک از شرایط باشین، مدارکتان کامل باشن، میتونید پروفایل رو جور کنید و بعد از او وقتی داخل سیستم شدین باز IRCC قبلا هر 2 هفته بود، عالی اسکیجولش زیاد منظم نیستش. once in a while اینا قرعه کشی میکنن و افرادی که پوینت های بیشتری دارن یا زیرمو یا برنامه‌های تارگت جواز یا برنامه خاصی که اینا قرعه کشی میکنن، افراد دعوت میکنن که برای اقامت دائم اپلای کنن. اگر فردی دعوت شد 60 روز فرصت دارن که پرونده اقامت دائم شه روان کنن و بعد از او اداره مهاجرت کانادا تصمیم میگیرن که اپلیکیشنشون رو قبول کنن یا نه. برنامه Canadian Experience Class و basically شرط اولش هستش که فرد باید تجربه کاری کانادا داشته باشن که تجربه کاری باید در تیر کاتگوری 0، 1، 2 یا 3 باشد. در داخل کانادا تجربه را جمع آوری کردن و زمانی بودن که اینا اجازه کار قانونی داخل کانادا داشتن و کارش هم کار والنتیری یا کار unpaid نبوده و کار بوده که براش حقوق میگرفتن و این کارم در مینیموم 1 سال در 3 سال گذشته بوده. 1 سالم رقمی حساب میشه که کم مینیموم 30 ساعت در هفته شما فول تایم کار کرده باشین در 3 سال گذشته. و ای که ناکودی که انتخاب میکنید باید حتما همون lead statement and main duties همون جاب که در سال های قبلی براتون توضیح دادم من ملاقات کرده باشم. و همچنین از لحاظ زبانی فرد باید نشان بده که زبان انگلیسی یا فرانسویش با توجه در تیر کاتگوری مین اکوپیشنش ملاقات کرده باشن. مثلا اگر تجربه کاریش از تیر کاتگوری 0 یا 1 باشن باید حتما CLB 7 داشته باشن و اگر در تیر کاتگوری 2 یا 3 باید حتما CLB 5 داشته باشن. از لحاظ تحصیلات خاصی برای CEC لازم نیستش، اما اگر فرد نشان بدن که تحصیلات کانادایی دارن یا ای که بیرون از کانادا درس خواندن اما ECA شان رو گرفتن، خب پوینت بیشتری میگیرن و کسی که پوینت بیشتری داشته باشه خب طبیعتا شانسش برای دعوت شدن بالاتر هستش. و همچنین مثل همیشه باید ادمیسیبل باشن، یعنی ورودشان یا بودنشان داخل کانادا هیچ خطری یا هیچ محدودیتی نداشته باشن. برنامه فدرال اسکیل تریدز پروگرام که برنامه فدرال نیروی فنی ماهری هستش که شامل شغل‌های ساختمانی، ساخت ساز، حمل و نقل، تولیدی و صنعتی و زراعت و کشاورزی هستش که برای از این برنامه فرد باید نشان بدن که تجربه کاری در یکی از trade occupations که لیستش در وبسایت اداره مهاجرت کانادا هستش داشته باشن و کارشان باید حتما حقوق گرفته باشن و حداقل 2 سال فول تایم در 5 سال گذشته باشن، یعنی هفته 30 ساعت مینیموم برای 2 سال در 5 سال گذشته را داشته باشن و وظایف کاریشان هم دمو لید استیتمنت و مین دیوتیز دمو ناکودی که انتخاب میکنن باید حتما انجام داده باشن.
و تجربه کاریشون هم باید جایی که اجازه کار کردن داشته بودن به دست بیارن. اوکی. و همچنین باید حتما داخل کانادا یا جاب آفر داشته باشن که جاب آفری که داشته باشن که معمولا باید LMIA بیس باشه یا بعضی از کارا نیازی در LMIA ندارن و جاب آفر باید حداقل برای 1 سال باشن زمانی که فرد وارد کانادا میشن. جاب آفر کانادایی یایی که فرد اقدام میکنه برای Certificate of Qualification که شغل فنی حرفه‌ای داخل کانادا باید فرد اما سرتیفیکیتش یا اجازه کار کردن داشته باشد که با توجه در استانی که قرار داخلش برن باید اقدام کنن و اون سرتیفیکیت بگیرن. بنابراین یکی از این دو شرط باید حتما داشته باشن. و همچنین زبانشان، زبان انگلیسی و فرانسویشان یکیشان باید حتما در speaking و listening CLP 5 داشته باشن و در reading و writing CLP 4. در قسمت تحصیلات خاصی نیازی نیست، اما اگه فرد بخوایم پوینت بیشتری بگیرن و شانسش بالاتر شود so I would say حتما مدرک تحصیلیشان رو روان کنن برای ارزیابی تا بتونن از ECA شان استفاده کنن. در قسمت proof of funds نیاز دارن با توجه به تعداد اعضای فامیلشان مگر اینکه دارن داخل کانادا در حال حاضر قانونی کار میکنن و اینکه یک دانه جاب آفر ولید دارن که با توجه در LMIA باشن. اوکی. و در قسمت admissibility هم خب باید هیچ مانعی برای بودنشون در کانادا نداشته باشه از لحاظ امنیتی، سکیوریتی، جرم جنایتی و مدیکال همه چیز باید اوکی باشه. عالی رسیدیم برای برنامه فدرال اسکیل ورکر پروگرام که توجه شما رو برای از این برنامه میخوام، مخصوصا اگر بیرون از کانادا هستین و میخواین که از تجربه کاریتون مهارتتون استفاده کنید و برای همیشه به کانادا مهاجرت کنید. پس در این اسلاید ها حتما توجه داشته باشین. ببینید برنامه فدرال اسکیل ورکر پروگرام برای افراد مایلی هستش که تجربه کاری بیرون از کانادا دارن. اوکی. و میخواین که اقامت دائمی کانادا رو بگیرن که که داره مهاجرت کانادا افراد با توجه به تحصیلاتشون، سابقه کاریشان، مهارت های زبانشان از استفاده میکنن که معمولا برای شغلا فرد باید یا مدرک دانشگاهی داشته باشن یا در بخش مدیریت کار کرده باشن یا کالج دیپلوما یا کدام ترینینگ خاصی را گذرانده باشن. minimum requirements for FSW هستش که تجربه کاری شما باید در یک کاتگوری 0، 1، 2 یا 3 باشه و همچنین ناکودی رو که در پروفایل انتخاب میکنی حسبی در تیر کاتگوری 0، 1، 2 یا 3 و اگه فقط تجربه کاری که شما براش حقوق گرفتین حساب میشه، اگه کار رایگان انجام دادین حساب نیستش و اگه حداقل 1 سال فول تایم به 10 سال گذشته باشه و 1 سال هم گفتم که هفته مینیموم 30 ساعت در 1 سال کار کرده باشین و ای که ناکودی رو که انتخاب میکنید باید حتما کارتان تمام شرایط لید استیتمنت و مین دیوتیز حتما داشته باشین. زبان انگلیسی یا فرانسویتون باید حتما CLB 7 باشه و برای تحصیلاتتان یا تحصیلات کانادایی داشته باشین یا ای که مدارک تحصیلتان روان کنید برای ارزیابی و ECA ریپورتتان داشته باشین. این سه شرط اصلی برای FSW هستش. در قسمت پروف آف فاند هم باید داشته باشین. کسایی که نیاز ندارن کسایی هستش که دارن قانونی داخل کانادا کار میکنن و یه دانه valid Canadian job offer داره که برای job offer هم is based on LMIA یا یکی شغلایی که نیازی در LMIA نیستش داره exam و همچنین باید admissible باشن، هیچ خطری با وجودشان در کانادا نداشته باشن. یک چیزی که خیلی مهم است برای FSW هستش که قبل از اینکه شما بخواید پروفایل داخل سیستم درست کنی
که اجازه بده شما سیستم پروفایل اکسپرس انتریتون رو جور کنید، باید شامل از این برنامه باشین که اصلا یک سری از سوالا پرسان میکنه در قسمت زبانتان، تحصیلاتتان، تجربه کاریتان، سنتان، اگه جاب آفر دارین یا نه، در قسمت adaptability که آیا مثلا اطلاعات همسرتان، فامیل درجه داخل کانادا دارین یا نه، همه اینا پرسان میکنه و با توجه از او براتون پوینتی میده که این پوینت از 100 نمره هستش که شما باید حتما مینیموم 67 پوینت بگیرین که براتون اجازه بدن که پروفایلتان در اکسپرس انتری جور کنید. اگر کمتر از 67 باشه خب اجازه ندارین و نمیتونید پروفایلتون رو جور کنید که این خیلی مهم هستش. برای دو برنامه دیگر چنین چیزی نیستش ولی برای FSW هستش. این هم یک مرور خیلی سریع در قسمت فرق بین این سه برنامه چه هستش که ما در موردش قبلا در مورد صحبت کردم، دوباره توضیح نمیدم، میتونید بعد خودتون چک کنید. So basically فرق اصلی بین استعداد برنامه هستش که برای CEC باید شما تجربه داخل کاری داخل کانادا داشته باشین و تجربهتون برای قانونی به دست آمده باشه. برای FSWP میتونید از تجربه بیرون از کانادا استفاده کنید و با توجه در پوینت سیستم هست که همون 67 پوینت شما باید داشته باشین که بتونید پروفایلتون رو جور کنید. برای FST کارهای فنی حرفه‌ای هستش که نیاز یا جاب آفر داره که بیس آن LMI هستش یا ممکنه LMI اگزم باشه در بعضی از شرایط خیلی خاصی، یا که باید سرتیفیکیشن داشته باشین که بدون دو کار در استانی که میخواین برین بتونید کار انجام بدین. چه جایی داخل کانادا شما میتونید زندگی کنید؟ ببینید وقتی شما پروفایل رو برای اکسپرس انتری جور میکنید شما میتونید در هر جایی از کانادا زندگی کنید غیر از استان کمبک که استان کمبک کارگرای ماهر خودشان انتخاب میکنن و سیستم جداگانه‌ای دارن. اما اگر شما زیر برنامه استانی که باز من در مورد صحبت میکنم نامینیت شوین و مهاجرت کنید، باید در استانی که شما رو نامینیت کردن حتما باید در اون استان شما برین و زندگی کنید. در قسمت اکسپرس انتری در مورد پروف آف فاند که خب شما نشان میدین با توجه در تعداد اعضای فامیل دارم اون مقدار هزینه که لازم هست دارین تا بتونید اپلای کنید و این هزینه‌ای که در جدول گفتن هر ساله تغییر میکنه. بنابراین زمانی که شما اقدام میکنید باید حتما سعی کنید که تمام شرایط دارین. در قسمت پروف آف فاند چه مدارک لازم هستش؟ چه کسایی پروف آف فاند نیاز دارن؟ کسایی که زیر برنامه FSWP یا FST اقدام میکنن. کسایی که زیر برنامه CEC اقدام میکنن نیازی نیستش، یا کسایی که ولی جاب آفر دارن و یکی داخل کانادا کار میکنن نیازی نیستش. اگر شما نیازی نیست که پروف آف فاند نشان بدین حتما در کابلت توضیح بدین برای آفیسر که چرا شما نیاز ندارین. مدارکی که شما میتونید ازش استفاده کنید این که از بانکتان یا نامه رسمی بگیرین که نشان بده حساب بانکتان چه شماره‌ای هستش، چه زمانی باز شدن، الان مبلغش چقدر هستش و حداقل 6 ماه از بانک استیتمنتتان رو بگیرین و در اون نامه باید نشان بده که آیا شما قرضه کردیت کارت یا لون دارین یا نه. و این فاندتان باید حتما رقمی باشه که شما سریع دسترسی بهش دارین. همونی که قرض باشه یا در فرم مثلا پراپرتی باشن نمیتونید از استفاده کنید. اگر اکانتتان جوینت اکانت هستش همراه همسرتان مشکلی نیستش و باید نشان بدین که شما یکی از اکانت هولدرز هستین و دسترسی در این پول دارین. مقدار هزینه که نیاز دارین با توجه در اعضای فامیلتان جدولی هست که نشان میدن. برای مثال اگر شما فرد هستین که مجرد هستین و فرزندی ندارین مینیمم باید 15263 دلار کانادایی داشته باشین که I would say همیشه از مینیمم سعی کنید کمکی بالاتر باشین.
just in case که اگر مبلغ ها عوض شد تاثیر منفی روی پروفایل از شما نگذاشته باشن. و در قسمت برنامه Prevention Nominee Program یا برنامه PNP که اگر شما برای یکی از برنامه‌های اکسپرس انتری الیجیبل هستین، شما ممکنه بتونید زیر برنامه استانی اقدام کنید، برنامه استانی که لینک هستش به اکسپرس انتری. و اگر شما که باز من در مورد شرایط صحبت میکنم که اگر شما نامینیت بشین از طرف استان، یعنی استان شما رو دعوت کنن و شما دعوت نامه‌شون رو قبول کنید، شما پوینت داخل سیستم اکسپرس انتری زیادتر میشن که 600 دانه CRS پوینت بیشتر در پوینت هایی که دارین شما را برای شما اضافه میشه که خب طبیعتا شانس از شما رو برای که دعوت بشین بالاتر میکنن. برای پروموشن نامینی پروگرام اکسپرس انتری چه کسایی میتونن اپلای کنن؟ ای که شما باید واجد شرایطی که از برنامه‌های استانی یا تریتوریال PNP باشین که شما باید واجد شرایطی که برنامه‌های استانی یا تریتوریال استریمز باشید و ای که استان شما رو نامینیت کنن، خود از شما استان شما نامینیت کنن و واجد شرایطی که از این برنامه داخل اکسپرس انتری باشین. So basically شما اول باید انا پروفایل valid داخل سیستم اکسپرس انتری داشته باشین و در اون استانا نشان بدین که شما علاقه‌مند هستین و اگر اون استانا شما رو دعوت کردن و شما دعوتنامه‌شون رو قبول کردین، باید باز اون پوینت اضافه رو میگیرین. که در اینجی من استپ بای استپ نشه کردم که چه رقمی هستش the whole process. let's say شما پروفایلتون رو جور کردین و در بعضی استانایی که علاقه من هستین نشان دادین که شما علاقه من هستین. اگر استان با توجه در مهارتی که شما دارین و نیروی کاری که اونا لازم دارن شما رو ممکن دعوت کنن. اگر شما دعوت کنید باید شما you have to go through the registration process با همون استان که هر استانی پورتال خاص خودش داره. so basically تمام اطلاعاتی که شما در پروفایلتون گفتین مدارک براشون روان میکنه، اونا اگر تایید کنن و همه چیز اوکی باشن باز برای شما نامینیشن هم میده که سرتیفیکیت میدن و نشان میده که زیر کدام برنامه استانی شما نامینیت شدین و بعد از او پوینت داخل سیستم 600 دانه پوینت بیشتر میگیرین شما. یعنی مثلا اگر شما داخل سیستم آلی پوینتتان 300 هست یا 400 این 600 هم بگیرین خب میشه 900 یا 1000 و راوند بعدی که داره مهاجرت کانادا بخواین کسایی که CRS پوینتشون بالاتر هستش دعوت کنه یا اگر تارگت جواز انجام بدن شانس از اینکه شما دعوت بشین خب بالا هستش. و میگم برای زیر هر برنامه که شما دعوت بشین 60 فرصت دارین تا پرونده اقامت دائمتون سابمیت کنین. آره چه اتفاقی میافتن که اگر یک استانی یا تریتوری برای شما رو نامینیت کردن اما نامینیشن شانه اینا حذف میکنن. این رقمی است که اگر نامینیشن از شما حذف بشن قبل از اینکه شما دعوت بشین ITR دریافت کنید invitation to apply باید شما اکسپرس انتری پروفایلتون پس کنید ویدرا کنید شده و دوباره یک اکسپرس انتری پروفایل جدید سابمیت کنید. یا اینکه اگر اونا نامینیشن شدن بعد از اینکه شما دعوت شدین برای PR اپلای کنید اما شما هنوز PR اپلیکیشنتون رو سابمیت نکردین باید او دعوتنامه رو شما ردش کنید، دکلاینش کنید و پروفایل اکسپرس انتری تان رو ویدرا کنید و یک دانه پروفایل جدید به دست درست کنید. اوکی بدون نامینیشن برای PR اپلای نکنید که اپلیکیشن تان رد میشه و فی که پرداخت کردین پرداخت نمیشه برایتان. اگر نامینیشن هم از طرف استان یا تریتوری پس بشه بعد از اینکه شما اپلیکیشن PR تون سابمیت کردین اپلیکیشن تان رد میشه به خاطر دیگه شرایط و برنامه رو شما ندارین. اگر از طریق استانی یا تریتوری شما نامینیت شوین در روی سرتیفیکیت خب نشون میکنه که زیر کدام استریم شما نامینیت شدین و قبل از اپلای کردن برای PR سعی کنید که حتما شما ریکوایرمنت همون PNP دارین با اینکه اونا خودشون چک میکنن شما بازم دابل چک کنید و شرایط همون اکسپرس انتری که پروفایلتون valid هستی شده پروفایلتون valid هستم دارین.
استان کبک و تریتوری نونوات اینا برنامه‌های استانی ندارن. این نقشه کانادا هستش برای اطلاعات شخصی شما. برای اکسپرس انتری مدارکتون رو آماده کنید. بعضی از اطلاعات شما نیاز دارین. بعضی از این اطلاعات شما نیاز دارید زمانی که پروفایلتون رو شما سابمیت میکنید. ببینید شما پاسپورتتون لازم دارین که حتما میکشور کنید پاسپورتتون وقت زیادی داشته باشن. اگر وقتش کم باشه حتما تمدیدش کنید، بعد از او اقدام کنید با توجه در امو تایملاینی که باید حتما در نظر داشته باشین. لنگویج تست ریزالتتان هستش که امتحان آیلتستان یا هر امتحان دیگه که برمیدارین حتما valid باشه و در قسمت امتحان آیلتس حتما برای اکسپرس انتری باید جنرال باشه و اینکه ECA تان باید valid باشه، مخصوصا 5 سال حتما در نظر داشته باشین و اینکه اگر نیازی در جاب آفر دارین جاب آفرتون اوکی باشه. تجربه کاریتون حتما مدارکتون لازم باشه نگه دارین. پی حساباتون حتما کاپیش نگه دارین. قرارداد کاریتون اگه کدام سرتیفیکیت از کارتون گرفتین حتما اینا را چک کنید. برای اسکیل ورکرز، البته برای همگی مخصوصا برای کسایی که اسکیل ورکر هستن حتما سعی کنید اطلاعاتی که در لینکدین پروفایلتون میذارین با چیزی که در اپلیکیشناتون درج میکنین همه یکسان باشن، به خاطر در قسمت بک‌گراند چک خب چک میکنن و اگر اطلاعاتی بیرون در سوشال میدیا or different platforms باشن که با چیزی که شما گفتین مچ نکنن خب مشکل ساز هستش. و اینکه برای کسایی که در قسمت کارهای فنی حرفی trade occupations اقدام میکنن حتما همون certificate of qualification رو داشته باشن یا جاب آفرشان، proof of fundشان و اینکه پولیس certificate باید حتما بگیرین از کشورهایی که شما از سن 18 سالگی به بعد داخل 6 ماه یا بیشتر زندگی کردین continuously باید داشته باشین و اگر برای PNP شما نامینیت شدین سرتیفیکتتون باشه که اینا زمانی که شما پروفایل اکسپرس انتری درست میکنین لازم ندارین زمانی که برای PR اپلای میکنین. البته برای امتحان زبانتان و برای ECA باید اینا داشته باشین تا بتونین پروفایلتون رو جور کنین. اگه چه رقمی پروفایل دارن شما جور کنید من لینکش براتون ماندم و اینجا استپ بای استپ توضیح دادم. مدارکتون جمع کنید، میکشور کنید که شما واجد شرایطی که از برنامه هستین بعد از پروفایلتون جور کنید. برای کسایی که برای FSW اپلای میکنن حتما با اون 67 پوینت شما داشته باشین که سیستم اجازه بده شما ادامه بدین و پروفایلتون رو جور کنید. و وقتی پروفایل شروع کردین 60 روز فرصت دارین که سابمیتش کنین. وقتی سابمیتش کردین دیگه داخل پول هستین تا اینکه شما رو دعوت کنن برای PR و وقتی پروفایل شما دارین معنیش نیست که حتما دعوت میشین. ممکنه شانس دان یه هفته بعد شما رو دعوت کنن، ممکنه 2 ماه دیگه، ممکنه 6 ماه دیگه یا ممکنه اصلا شما دعوت نشین. رایت اما زمانی که پروفایلتون رو وارد میکنین خب دارین نشان میدین که شما علاقه‌مند هستین برای همیشه به کانادا مهاجرت کنید و این پروفایلتون برای 12 ماه valid هستش. در این زمان هم حتما چک کنید که اطلاعات شما up to date هستش و مخصوصا در قسمت expiry date ECA تان و امتحان زبانتان اینا حتما توجه داشته باشین یا سابقه کاریتان که اگر تاریخ ها مثلا با مرور زمان سنتان بالا بره یا ای که مدرک زبانتان اکسپایر شوه این خب ممکنه شما دیگه الیجیبل نباشین. در جزئیات حتما توجه کنید. وقتی شما وارد سیستم اکسپرس انتری میشین سیستم از CRS point یا همون Comprehensive Ranking System استفاده میکنن که با توجه در پروفایلتان اطلاعاتتان براتون شماره میدن که CRS point خب هر کسی که بیشتر باشه طبیعتا شانس بیشتری داره. سعی برای ازی با توجه در مهارتتان تجربه کاری و بقیه فاکتورز که در مورد صحبت میکنم شما از CRS پوینت خاصی میگیرین و ای که
حتما پروفایل و اینکه حتما پروفایلتون آپدیت کنید. اگر کارتون عوض میکنید، زبان انگلیسی یا فرانسوی دوباره امتحان میدین، پوینت بیشتری میگیرین. اگر ازدواج کردین یا از همسرتون جدا شدین، اینا حتما آپدیتش کنید. هر تغییراتی که ایجاد بشه حتما آپدیت کنید که اطلاعاتتون آپ تو دیت باشه. دلایلی که ممکنه پروفایلتون دیگه الیجیبل نباشه این هستش که مثلا تجربه کاریتان از زمان بیشتر از دید گذشته. برای مثال کسایی که برای برنامه CEC اپلای میکنن خب باید تجربه کاریشون 1 سال تا 3 سال گذشته باشه. ممکنه اینا مثلا تجربه کاریشون بیافته از 3.5 سال بعد یا 3 سال و مثلا 2 ماه گذشته و دیگه اون 1 سال مینیمم ریکوایرمنت، خب ممکنه ملاقات نکنن. یا اینکه زبانشان، امتحان زبانشان 2 سال ازش تر شده، یا برای ECAشان و ریپورتشان 5 سال تر شده، یا دیگه فاند کافی ندارن، یا اینکه پرایمری اکوپیشنشان تغییر دادن. اوکی، همه اینا خب ممکنه شما دیگه کوالیفای نباشین. اگر شما بیشتر از 1 دانه برنامه داخل سیستم الیجیبل هستی، ممکنه فرد هم برای برنامه CEC هم برنامه FSWP الیجیبل باشن. برای ازی خب شما نمیتونید انتخاب کنید که زیر کدام برنامه انتخاب شوید، خود سیستم انتخاب میکنن. و برای ازی اولویت برای کسایی میفتن که در CEC هستن، بعد از او اولویت دوم در FSW and then آپشن آخری FST هستش. در داخل سیستم اکسپرس انتری مکسیموم پوینت یک نفر میتونه بگیره 1200 پوینت هستش CRS، که برای از این کسایی که بدون همسرشان مجرد هستن یا بدون همسرشان میخوان اقدام کنن، پوینت بیشتر میگیرن نسبت به کسایی که ازدواج کردن و میخوان با همسرشان اقدام کنن. و این معناش این هستش که اگر دعوت شدن خودشان و همسرشان یک دفعگی مثلا وارد کانادا میشه به عنوان PR، اما اگر همسرشان اضافه نکنن خب باید بعدنشان اسپانسر کنن. که برای ازی مثلا برای فرد با برای سنش مکسیموم 110 پوینت میگیره برای کسایی که بدون همسر هستن، برای تحصیلات مکسیموم 150 پوینت، برای لنگویج 160، برای کنیدین ورک اکسپریانس 80. اگر همسر داشته باشن برای همسرشون خب پوینتی که میتونن بگیرن مکسیموم 40 پوینت هستش، که با توجه در تحصیلات همسرشون، زبانشون، که برای ازی باید حتما امتحان جنرال آیلتس همسرشان بدن و برای تحصیلاتشون و EC ریپورت داشته باشن و اینکه آیا تجربه کاری کانادا دارن یا نه. در قسمت اسکیل ترانسفرابیلیتی فاکتورز نفر میتونن مکسیموم 50 پوینت در سطح education و strong language skills، Canadian work experience and education، که اینا رو با هم دیگه کامباین کردن. مثلا گفتن که اگر شما 1 سال سابقه کاری کانادا دارین با تحصیلاتون در بچلر هستید، مثلا اینقدر پوینت میگیریم، که هر کدام از اینا فرق داره. که برای جزئیاتش میگم حتما در وبسایتی که ماندون برین. برای additional point هم اگر شما خواهر یا برادر داخل کانادا داشته باشین که PR یا سیتیزن باشن پوینت بیشتر میگیرین. اگر زبان فرانسوی بلد باشین 50 پوینت، که باید حتما CLB 5 باشه مینیموم، و post secondary education in Canada 30 point، و اگر از طریق استان یا تریتوری شما نامینیت شدین 600 additional point میگیرین. که ایرم در این قسمت هم توضیح دادم آلردی که با توجه در شرایط از شما مکسیموم پوینتی که میگیرین چقدر هستش. در این وبسایت اگر شما برین براتون نشان میدن که اخیراً در تا الان قرعه کشی‌هایی که اداره مهاجرت کانادا داشتن برای زیر هر برنامه‌ای و اینکه چه مقدار CRS پوینتی نیاز بودن در اینجی هستش که حتما برین، براتون یک آیدیای خیلی خوبی میدن. و همی که اداره مهاجرت کانادا قرعه کشی رو انجام میدن بستگی داره. بعضیا ممکنه
قرعه کشی جنرال انجام بدن که مثلا بگن هر کسی پوینتش مثلا داخل سیستم 550 CRS پوینت داره، ما شان دعوت میکنیم. 100% نیست، همیشه در حال تغییر هستش. و دومی که قرعه کشی خاصی انجام میده در قسمت پروگرام اسپسیفیک. مثلا اداره مهاجرت کانادا برای برنامه مثلا میگه برای CEC هر کس پوینتش 400 مثلا 80 باشه، ما شان دعوت میکنیم برای مثال. یا که مثلا به کسایی که نامینیشن از استان یا تریتوری دارن، مثلا PNP کاندیدیت هستن، ما اونا رو دعوت میکنیم. یا که کاتگوری بیسد جراز انجام میدن که برای ازی با توجه در نیروی کاری که داخل کانادا لازم هست، ممکنه اداره مهاجرت کانادا شغلایی که داخل کانادا مورد نیاز هست که هر سال تغییر میکنن، قرعه کشی خاصی انجام بدن که در اسلاید بعدی من در مورد صحبت میکنم. این در مورد category based selection یا targeted draws، اداره مهاجرت کانادا کاندیدایی که داخل سیستم اکسپرس انتری هستن و شامل کاتگوری خاصی هستش که توسط وزیر با توجه به هدف اقتصاد کانادا هستش تعیین شده، که برای ازی با توجه در تجربه کاری سطح زبان فرانسوی اینا دعوت میکنن، که در حال حاضر کاتگوریایی که برای تارگت جواز الیجیبل هستن در حال حاضر کسایی هستید که زبان انگلیسی زبان فرانسوی لیول 7 دارن، یا که در قسمت Healthcare and Social Services سابقه کاری دارن، در قسمت STEM Occupations، در قسمت Trades، Agriculture، Education یا Physicians که داخل سابقه که یا دکترایی که داخل کانادا سابقه کاری دارن. اینا جزء 7 کاتگوری هستن که در حال حاضر میتونن شامل از این تارگت جراز باشن. در قسمت کاتگوری فرانسوی زبان برای کسایی هستش که در سیستم اکسپرس انتری آلتی پروفایل دارن و ای که سطح زبان فرانسویشان لیول 7 هستش یا بالاتر. و این جدولی که میبینید CLB لیول 7، 8 و 9 هستش برای امتحان TEF کانادا. و در قسمت Healthcare and Social Services Occupations شغلایی که در قسمت بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی هستش، برای ازی فرد باید حتما حداقل 6 ماه سابقه کاری فول تایم در 3 سال گذشته داشته باشن و این سابقه کاری هم لازم نیست که حتما در قسمت پرایمری آکوپیشنش باشه، یعنی شغلی که شما الیجیبل میکنن برای یکی از برنامه‌های سیستم اکسپرس انتری. و در لینکی که در اسلاید اکسپرس انتری مادون در اون جا که بیرین شما میتونید تمام لیست شغلایی که زیر از این کاتگوری ممکنه الیجیبل باشن هستش، که در اینجا من چندان اگزمپل برای از شما موندم که ببینید. و شغلایی که در قسمت ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ و مد هستش، شغلایی هستش که بعضی از سمپلش شما در جدول میبینید و برای از این فرد باید نشان بده که حداقل 6 ماه سابقه کاری فول تایم در 3 سال گذشته در یکی از این شغلا داشته باشن. و اگین این شغلشان لازم نیست که حتما شغل پرایمری آکوپیشنشون باشه، شغلی که شما الیجیبل میکنن برای یکی از برنامه‌های سیستم اکسپرس انتری. و این سابقه کاری هم میتونه داخل کانادا یا بیرون باشه. شغلای ترید آکوپیشنز یا مشاغل فنی حرفه‌ای، برای ازی هم دوباره فرد باید نشان بده که در شغلایی که اداره مهاجرت کانادا زیر ازی کاتگوری لیستش کردن که در جدول بعضی از مثالا رو شما میبینید، حداقل 6 ماه سابقه کاری فول تایم در 3 سال گذشته داشته باشد. میتونن داخل کانادا یا بیرون از کانادا باشد و لازم نیست که حتما پرایمری آکوپیشنشان باشه.
شغلایی که در قسمت agriculture and agri-food occupations که فعلا فقط کسایی هستش که به عنوان butchers سابقه کاری دارن، به عنوان قصاب که برای ازی هم 6 ماه سابقه کاری فول تایم در 3 سال گذشته باشه داخل یا بیرون از کانادا. مشاغل آموزشی یا education occupations برای ازی هم باید حتما در یکی از این شغلا باشه. سابقه کاری فرد حداقل 6 ماه سابقه کاری فول تایم در 3 سال گذشته هم میتونه داخل یا بیرون از کانادا باشن و لازم هم نیست که پرایمری اکوپیشن فرد باشن. و همچنین برای کسایی که physicians with Canadian work experience پزشکایی که تجربه کاری داخل کانادا دارن برای از این شامل ایستادن شغل هستش. کسایی هستش که حداقل 12 ماه سابقه کاری فول تایم در 3 سال گذشته داخل کانادا داشته باشن که قانونی کار کرده باشن و برای از افراد هستش. در حال حاضر داخل سیستم اکسپرس انتری با توجه در جنوری 19 2026 237,120 نفر داخل پول اکسپرس انتری هستند که در اینجا شما میتونید ببینید که با توجه در CRS پوینتی که فرد دارن چند نفر شاملش میشن. مثلا میبینید که بالاترین پوینت افرادی که بالاترین تعداد افرادی که داخل سیستم هستن با پوینت های مختلف داخل سیستم هستن. در اینجا شما میبینید که آخرین قرعه کشی که داشتن چه نوع زیر کدام برنامه بود. مثلا آخرین قرعه کشی که داشتن جنوری 20 2026 هستش که زیر برنامه استانی PNP بودش. کسایی که از استانها نامینیشن گرفته بودن و تقریبا و 681 دعوتنامه روان شدن و همین رقم میبینی که در زیر برنامه Canadian Experience Class زیر کسایی زبان فرانسه بشن حداقل لول 7 هستش. زیر Targeted Draws کسایی که در قسمت Healthcare and Social Services سابقه داشتن و بقیه جا. هزینه اپلای کردن برای PR زیر سیستم اکسپرس انتری با توجه به برنامه‌ای که شما دعوت میشین و برای نفر اصلی پرونده $1,525 هست. برای همسرشان دوباره same amount و اگر فرزند وابسته‌ای دارن $260. و در قسمت پروسسینگ تایم ها ببینید پروسسینگ تایم ها 100% نیستش، همیشه در حال تغییر هستش. اما برای آخرین باری که من چک کردم جنوری 19 2026 برای از این فرد ببینید نشان داده که اگر شما زیر برنامه اسکیل ورکر اوکی اقدام کنید و شما هنوز اپلای نکردین تقریبا پروسسینگ تایم 7 ماه هستش و الان تقریبا 34,600 نفر قبل از شما داخل سیستم هستن که اپلیکیشنشون فاینالایز شود که اگین این شماره همیشه در حال تغییر هستش و پروسسینگ تایم هاییم که دادن تقریبی هستش و ممکنه کم شود ممکنه زیاد شود. اگر شما نمیدونید که زیر کدام برنامه الیجیبل هستین میتونید در این وبسایت برین بعضی از سوال شخصی هستن پرسان میکنه و با توجه در جواب از شما میتونن براتون پیشنهاد کنن که کدام برنامه برای شما مناسب تر هستش. تشکر. امیدوارم که این پرزنتیشن براتون مفید بوده باشه و ای که موفق باشین.